آیا نغمه هنرمند مشهوری افغان وفات کرده است؟ افشای حقایق و رازهای پشت پرده زندگی خانم نغمه در کشور امریکا. دلیل نشر تصاویر وفات نغمه در صفحات مجازی چی بوده است؟ نغمه چرا دیگر به کارهای هنر موسیقیش نپرداخته است؟ گفتنی‌های تازه دوستداران و طرفداران نغمه در این باره. من در این ویدیو پیرامون حقایق این ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک از شما دوستداران نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو. شما رو خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب رو فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. نغمه هنرمند خوب، چهره شناخته شده، یکی از هنرمندان محبوب و مطرح افغان که در میان مردم افغانستان علاقمندان و دوستداران خاص خودش را دارد. نغمه عاشقان هنر موسیقیش را در میان مردم افغانستان پیش می برد. علاقمندان و دوستداران خوبی دارد. نغمه عاشقان هنر موسیقیش را از سن نوجوانی ادامه داد و تا کنون بیشتر از 1000 پارچه آهنگ صوتی و تصویری ثبت کرده است. نغمه هنرمند خاص و بی‌بدیل تا کنون 2 بار ازدواج کرده است، ولی هر دو ازدواج نغمه ناپایدار بوده است. نغمه از همسر اولش دارای 5 فرزند است، ولی از همسر دومش فرزندی نداشته است. نغمه هنرمند خوب افغان در کشور امریکا زندگی می کند، اما مدت 1 سال می شود کاملا از راه هنر موسیقی به دور است و دیگر برنامه جدید ثبت نکرده است و آهنگ جدید هم نشر نکرد. این همه در حالی است که تصاویر نغمه در صفحات مجازی دست به دست می شود که وی وفات کرده است. تا کنون جزئیات بیشتر این ماجرا در دست نیست که این خبر تا چه دقیقت داشته است، ولی ما آرزو داریم خبرهای نشر شده در صفحات مجازی دروغ باشد. زندگی خوش و آرامی برای نغمه با جمعی از هنرمندان افغان. از بارگاه عزت الله هزار تمنا دارم. عزیزان و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو، نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستداران و طرفداران نغمه به اشتراک بگذارید. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. تا درودی دیگر، بدرود.